سلامت شد خدمت دوستان عزیز. دستگاه مباشی 23 رو یکی از دوستان آورده که براش راه اندازی کنیم. اول آبو میریزیم، آب آشامیدنی، حتما آب آشامیدنی بریزید داخل مخزنش. از آب شیر یا آب کتری استفاده نکنید، فقط آب آشامیدنی. با من همراه باشید دوستان. دستگاه رو روشن میکنیم. وقتی روشن کردیم چراغی که ثابت شد، اول شروع میکنم از نازل بخار گرفتن واسه هواگیری اول دستگاه. دستگاه ثابت شد، حالا نازل بخار رو میزنیم تا این بخار از نازل بخارش بیاد بیرون و دستگاه به اصطلاح شروع به هواگیری کنه. خب دوستان عزیز، همونجور که مشاهده می‌فرمایید شیر بخار رو وا کردیم تا دستگاه شروع به هواگیری کنه. این مقدار که گذشت شیر بخار رو می‌بندیم. بعدش دکمه دوکاپ رو میزنیم تا یه مقدار آبگیری شد دستگاه، تا دستگاه به این صورت هواگیری بشه.